قدر خداوند عجل ماند آمد یگان دقیقه ثانیه پیش قربان می شود. میگه پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله میفرماید شما برای مرگ آماده باشید. یعنی هر شخصی یعنی برومند هر شخصی صاحب علم و صاحب معرفت اگر خصوصا در طول زندگیش یعنی برای جامعه و برای کشور و برای اهل خاندان خدمت کرده باشد، همان انسان یعنی هم در همین دنیا موفق هم در آخرت. یعنی همین گفته‌ها یعنی به همین برادر ما مرحوم وابستگی کلام دارد که تا این هم خدمت کرد، نام و نشان یعنی عمل خیر تا ابدالآباد باقی میماند. اور میراث میگیم، میراث خصوصا هر یکی ما و شما با چه؟ با علم، با معرفت، با کسب، با عملهای خیر، با معامله نیک. انا همین گونه اگر عملها باشد اون هیچ وقت یعنی نامش یعنی از بین نمیرود. و در حق استاد اگر ما ساعتها سخن گوییم کمر، پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله میفرمایند بعد ادای فرایض در قلب مؤمن و انسان خرسندی در آوردن و یعنی سرور در آوردن این بهترین عمل است. با سخنها و با عملهایش قلب ما و شما را یعنی فرحمند نگردانید. خداوند رحمت و مغفرتش کند. و نشانه یک وقتش همین که عملها کرد و فرزندانی نکو دارند، فرزندان صالح دارند، خانه خوب دارند و ببینید یار و رفیقان زیاده دارند. برای یک انسان اگر خصوصا صاحب علم و صاحب معرفت و صاحب ادب و صاحب تمیز باشد، اگر روزش شد اجل مهلت بادش فرود آمد، ببینید که در همون جنازه هم یعنی نشانه نیکبختیش یعنی معین میشوند، عیان میشود. یعنی امروز ببینید که هزارها نفر، هزارها دانشمندان، هزارها نفرانی که یعنی با فرهنگ و معارف دین بستند و این را پیش برده ایستادند. دیده ایستادند از جمهوری تاجیکستان خصوصا از همه برادران، همه این نیت های نیک همین برادر هست که ببینید هزارها استادان ما شما در این مکان حضور دارند و همه همدردی بیان میکنند. این هم نشانه یعنی عملهای خیر و نشانه نیکبختی همین مرحوم برادر ما هست. خداوند برای اهل خاندان، برای فرزندانشان، برای برادرانشان، برای یار و رفیقان که از دور و نزدیک در این جنازه حضور دارند و قدم ماندن آمدن، برای همگیشان یعنی خصوصا همدردی بیان میکنیم. و یعنی همدردی بیان کردن هم این نیروی قوت برای اهل خاندان میشود. یک نفر اشتراک کنندگان از تمام استادان و از تمام یار و رفیقان و اهل خاندان و برادرانشان همدردی میکنیم. خداوند صبر جمیل و اجر عظیم عطا کند و از نام خداوندان همگی فرزندان، برادران، همه خویش نزدیکان، یار و رفیقان و استادانی که از دور و نزدیک در این جنازه مرحوم برادرمان حضور داره، همه شما را خیر مقدم میگیم و خداوند به سبب قدم ما و شما یعنی سهو و خطاهای مرحوم استاد برادرمان و وقت سلام و بدل بگرداند. و برای هر یک انسان تو حق الله و حق الاب از برادر ما استاد اگر سهو و خطا شده باشد خداوند به سبب دعای ما و شما همگیش رو بخشد. انسان به سهو و خطا میشود، هر وقت نماز میخونیم سهو و خطا هست، از برای 10 بار 20 بار سهو و خطا هست، فقط در حق همدیگر دعا بودن. این هم نشانه که ایمانداری هر یکی رو قلب داشته باشند. این در اینجا فرزندان و برادران بسیار خوب دارند، خانه خوب دارند، فرزندانشون هستند، بسیار با حضور شاهدان بیان ادا میکنند. باور دارم که قدر هم نیستند و در اینجا حضرت بگو کنم حضور دارم مظلوم حضرت هم و اهل خاندانشون هم در جبال میکنند. اندامی محترم رئیس شهرمون در اینجا حضور دارم همگی خیر سفری مرحوم برادرمون خداوند را سفرشون بی خطر و قبرشون رو پر نور و منور بگردونیم و در قبر جواب سوال منکر نکرده بر زبانشون آسان گردونیم. پروردگار تینجی آرامی ثبات یارمون را مستحکم و پایدار نگه داریم و تینجی آرامی است که هر یک ما شما از دور و نزدیک برای جنازه در این مکان مقدس بگذاریم و تینجی آرامی است که هر یک ما شما 5 وقت نماز میخونیم و تینجی آرامی است که هر یک ما شما برای آبادی برای پیشروی دین و دولت سهم میگذاریم و تجارت و سایر کار میکنیم. همه وابسته به تینجی آرامی است. در خاندان هم که باشیم باید بالای انواع فرزندان بالای دسترخوان برای تینجی آرامی دعا باشیم و در حق پیشوای معظم ملت ما دعاگر هستیم. خداوند دائم و تنصیحت و سلامت و سربلند باشد و تمام خوشی‌های زندگی را خداوند برایشان نصیب و بگرداند.
و دعا میکنیم که پروردگار مهر محبتی هم دیگر از جدا گرداند. وقتی که مهر محبت در کدام مکان باشد در اونجا فیض و برکت است. وقتی که مهر محبت باشد در اون مکان خداوند به یک نظر رحمت می‌نگرد. باز دعا میکنیم که خداوند سفر برادرمان بی خطر و قبرشون پر نور منور بگرداند و هر یکی در اینجا قدم نهادن خداوند برایشون ثواب یعنی قراتن را نصیب گرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمتك یا ارحم الراحمین. امروز 17 فوریه سال 2022 یکی از هنرمندان بسیار معروف و مشهور و بسیار سرسپرده هنر و کسب از بین ما رفت و شما باور کنید که این لحظه هیچ یک هنرمند آزاد سخن کردن نمیتونه. از خاطر که این شخصیت هم هنرمند بود هم انسانی بلند بود. انسانی بود که سالهای دراز با ما در تئاتر و در ریاست فرهنگ همکاری داشتن و شما باور کنید که همچون سرداری ریاست فرهنگ ولایت هم باشن اگر با عالی‌ترین هنرمند با عالی‌ترین کارکنی تکنیکی حتی مؤسسه فرهنگی ولایت همچون برادر همچون یک همکار همچون یک شخصیت بسیار با معرفت هم صحبت می‌شدن و امروز از شاید از سکته دل باشد از بین ما رفتند و راست گپ با نزدیکان او با فرزندان او با پیوندان او با برادران بسیار عزیز او تسلیت میگوییم و خدا کند که جای او جنت باشد و او سالها در دل و در قلب هر یک فرد سالشان من باردم که باقی میماند و صحنه‌هایی که علادین آفریده است این صحنه‌ها از طرف حتی پیشوای معظم ملت پذیرفته شدند و حتی در نسبت او سخن‌هایی گفته شدند که او خود طاقه یک تئاتر است، یک هنرمند است که یک تئاتر جوابگو است، سوال جواب میگوید. این از هنر بلند علادین شهادت میدهد. ما همراه علادین در سفرهای هنری بودیم که در جمهوری و چه بیرون از جمهوری در بسیار جمهوری‌های همسایه و برادری سابق اتحاد شوروی بودیم و بسیار همسفر خوب بودن، بسیار برادری عزیز بودن، بسیار گرامی قدر بودن و شما باور کنید که تمام دنیا علادین حرکت امروز احترام میکرد و در کجایی که نمیرفتیم از مرغاب سر کرده تا اشت تا رشت تا تمام جاها علادین یک شخصیت بزرگ برای پیشواز میگرفتند و احترام و حرمت عزتش میکردند و بار دیگر به اهل و پیوندان او که از من تسلیت میگم و جاش جنت باشد، روحش شاد.